بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و من اهتدى بهدی و استنى بسنته الى یوم الدین و سلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم تماشابینان گرامی قدر. قبل از همه شکر پروردگار یکتا و بی همتا میکنیم به کل نعمتهایش و سلام و درودهای صمیمی به حضرت محمد مصطفی و آل و اصحابش میفرستیم. عزیزان دل، در موضوع پیشتره برنامه ما صحبت ما در باره جماعت و اتحاد در اسلام، در دین مبین اسلام رفته بود که ما و شما از یک جهان فضایل این موضوع بهره‌مند گشته بودیم و امروز نیز به این کاشانه‌مان چون همیشه دامولای عزیز حضرت دامولا محمد خان را دعوت کردیم. خوش آمدید، نور دیده و تاج سر میگیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دامولای عزیز، امروز صحبت ما دایر به پایبندی به سنت می رود، یعنی استوار بودن در سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همچون یکی از زینه ها و یکی زیربناهای اسلام می رود. و قبل از همه خوب می شد اگر می گفتید خودی سنت چی است و از کجا سرچشمه می گیرد؟ الحمدلله. شیخ عطاری ولی چقدر خوش و زیبا می فرمایند که شکر حق را که ما پیشوا داریم، پیشوای چه مصطفی داریم، مهتر و بهتر و گزینی همه، سرور و خاتم و نگینی همه. او شریعت عیان کند ما را، او طریقت بیان کند ما را، صلواتی خدای بر وی باد تا به روزی جزا پیاپی باد. این اگر ما خواهیم به رضاگی الله را یابیم، راه جنت را یابیم، راه خوشبختی را یابیم، این طریقی رسول خدا صلی الله علیه و سلم. فقط میتوانیم با طریقی رسول خدا صلی الله علیه و سلم راه هدایت را، راه سعادت را، راه نیک را یابیم. وقتی که ما این کلمه مبارک لا اله الا الله محمد رسول الله را گفتیم، به ذات الله که ایمان آوردیم و رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیغمبرشان ایمان که آوردیم، باید به رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیرو باشیم، در هر یک اعمال ما پیروی کنیم. یعنی سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم، این سنت یک رویه، یک راه، سنت یک به مضمون تاجیکی راه است که انسان را به الله میرساند، به جنت میرساند، به خوشبختی میرساند. این محمد رسول الله است، طریقه رسول خدا صلی الله علیه و سلم. هر یک سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم این نور است، هر یک سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم این ثواب است، هر یک سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم این انسان را به روشنی، به هدایت، به جنت، به الله تعالی میرساند. غیر طریقه رسول خدا صلی الله علیه و سلم دیگر طریقه ها را الله قبول نمیکند، آن انسان را به تاریکی، به جهالت، به ظلمت، به گمراهی گرا میبرد. یعنی وقتی سنت میگیم ما چی رو باید درک کنیم؟ یعنی از کجا سرچشمه میگیرد؟ الله تعالی در قرآن کریم میفرماید استعیذ بالله و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. آنچه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای شما آوردن آن را گیرید و آنچه که من کردن از آن خداتون را باز دارتان. در دیگر آیه کریمه الله جل جلاله میفرماید استعیذ بالله لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. به تحقیق برای شما در رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک نمونه و یک عبرت است. یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای ما یک نمونه و عبرت است. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم در بسیار حدیث‌هاش گفتند که علیکم بسنتی و سنت خلفای راشدین و مهدیین عضوا علیها بالنواجذ. شما لازم دانتان سنت من را و سنت خلفای راشدین من را و این سنت را با دندانهای کرسی، یعنی با دندانهایتان محکم قپید. اگر با این دندان قپیم شاید این دندان قپیده نمیتونه، فرو میره، اما با دندان کرسی که قپیدگی چیزا انسان قپیده میگیره، سر نمیتونه. یعنی با همین دندان، یعنی این سنت را محکم قپیتان گفته رسول خدا صلی الله علیه و سلم بسیار تاکید کرده هستند. الله تعالی در قرآن کریم میفرماید استعیذ بالله و این تطیعوه تهتدوا. اگر شما به رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیروی کنیدان شما هدایت مییابید. اگر شما به رسول خدا صلی الله علیه و سلم اطاعت نکنیدان شما هدایت نمییابید، شما گمراه میشوید. شیخ سعدی بزرگوار خیلی زیبا میفرمایند خلاف پیامبر کسی ره گزید که هرگز به منزل نخواهد رسید. محال سعدی طریق صفا نتوان یافت جز طریق مصطفی. غیر از طریق رسول الله، غیر از طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم شما راهی صفا، راهی نیکی را یافته نمیتونید. فقط طریق رسول الله که شما مقصد به رضاگی خدا، به خوشبختی میرسید خلاص. در دیگر بیتشان سعدی خیلی عجایب بسیار هم زیبا میفرمایند ترسم نرسی به کعبه اعرابی که این راه که تو میری به ترکستان است.
یعنی کسی که به رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیروی نمیکند، از پی سنت های آن کس نمیرود، روی آن کس را روی خودش، زندگی خودش نمیداند، آن به جنت، به کعبه، به راه اسلام نمیرود، آن به دیگر راه میرود، به راه ضلالت، به راه گمراهی میرود. برای همین در قرآن و در آیات های کریمه بسیار تاکید آمده است که ما به رسول خدا صلی الله علیه و سلم به گفتشان، به عملشان، به کردارشان و هر یک رویه رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیروی کنیم. الله تعالی در قرآن کریم می‌فرماید استعیذ بالله و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رسول خدا صلی الله علیه و سلم از هوا، از خواهش خودشان گپ زدشان نه، این هو الا وحی یوحى، و یا فقط آنچه که از طرف الله تعالی وحی شد، الهام شد، آنچه که الله تعالی فهماند، همون را رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای ما گفتند و تاکید کردند. ما باید رسول خدا صلی الله علیه و سلم را دوست داریم و سنت های آن را کس را زنده کنیم، ما هدایت یافتگی میشیم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در دیگر حدیثشان میفرمایند کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قیل و من یابى یا رسول الله قال من اطاعنی دخل الجنة و من عصانی فقد ابى. گفتن همه امتی من به جنت میدارند مگر سرکشی کردگی انسان ها به جنت نمیدارند. صحابه کرام رضی الله عنهم پرسیدند یا رسول الله کی سرکشی کرده است؟ گفتن آن کسی که من به اطاعت کرد و جنت میدارد، کسی که من به اطاعت نکرد، سرکشی کرد، پیروی نکرد، ابا سرکشی کرد، من اطاعنی دخل الجنة و من عصانی، کسی که من به گناهکار شد فقط ابا سرکشی کرده است. یعنی به رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیروی پره باید در 24 ساعت زندگانیمان، در هر یک اعمالمان به رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیروی کردن ما پیروی کنیم، ما هدایت یافتگی میشیم. اگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم به پیروی نکنیم ما سرکشی گناهکار میشیم. در هر یک اعمالمان محبوب ترین زندگی که الله تعالی پسند کرده است و در نزد الله تعالی قبول است، این زندگی رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. یعنی زندگی رسول الله زندگی برگزیده برای الله است و برای ما یک مکتبی مهم است برای دریافت کردن و نایل شدن به سعادت این دنیا و آخرت. و چون از سخن شما، صحبت های صمیمی شما ما دریافتیم قول رسول الله، گفته رسول الله و امر رسول الله برای من و شما، یعنی اجرای آن خیلی مهم است، سنت است و چخیلی که ما در ابتدا گفتیم پایبند بودن به سنت البته مضمون هر گونه دارد. و سوال من در این باره که صحابه کرام، آن انسان های بزرگ که الله از همه آنها راضی باشد، در وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی میکردند، برای آنها سنت چی معنی داشت و امروز برای ما و شما سنت چی معنی دارد و فرق در مقام و موضع چی شده است؟ بسیار عجایب سوال کردید. صحابه کرام رضی الله عنهم رسول خدا صلی الله علیه و سلم اینقدر دوست می داشتند که هر یک سنت رسول الله را، هر یک پیغمبر خدا کردشان را، کارشان را میکردند. آنها به رسول الله چه کار میکردند، آن همین خیل کار میکردند. حتی اینکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حیاتشان یک درخت بود، پیش همون درخت راهگذر میگذاشتند، از همون درخت کالشون خم کرده میگذاشتند. بعد وفات رسول خدا صلی الله علیه و سلم همون درخت گم شد. بعد از همون باشتم، لیکن صحابه ها همونجا بیانگر همون درخت نباشد هم رسول الله همونجا کالشون خم کرده میگذاشتند. یعنی همین خیل به رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیروی میکردند. یعنی این نشانه محبت است که ان المحب لمن یحب مطیع. یعنی اگر انسان یک کس را دوست دارد همون کس به پیروی میکنه. اگر ما رسول خدا صلی الله علیه و سلم را دوست داریم باید به رسول خدا صلی الله علیه و سلم هر یک عملهایشان، هر یک کردارشان را پیروی کنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار عملهایشان، هر یک رویه رسول خدا صلی الله علیه و سلم بسیار عجایب فایده من شما است. خوردنشان، خواب کردنشان، زندگانیشان، معاملاتشان، معاشراتشان. رسول خدا صلی الله علیه و سلم بسیار به سنت ها تاکید کردند. مثال یک سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم مسواک است. رسول الله گفتن علیکم بالسواک، شما مسواک را لازم دانتان. در دیگر حدیث گفتن لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاه. اگر بر امتی من مشقت نمی بود من امر میکردم که در هر یک نماز مسواک را استفاده برند. در هر یک طهارت مسواک را استفاده بردن سنت است. حتی اگر مشقت نمیشد در هر نماز مسواک را استفاده میتونید. رسول الله خدا صلی الله علیه و سلم بسیار به مسواک تاکید کردند. همین خیلی بسیار عملهای رسول خدا برای ما تاکید کردند که آن را کردن ما بسیار هم ضرور است. یعنی برای صحابه ها هر یک حرکت پیامبر، هر یک گفتار و رفتار پیامبر سنت نشد و کوشش میکردند وقتی که آن را دیدند، شنیدند، آن را ترک نکنند.
ولی امروز آیا ما مسلمانان در همین زینه قرار داریم یا فرقی ما از استعوذ بالله مسلمان چی است؟ خدا نگه دارد. امروز مسلمان ها بسیار سنت های رسول خدا صلی الله علیه و سلم دور شدیم و دیگر رویه ها به نام ترقیات و مدنیت و پیشروی و دیگر نمود روی زندگی را پیش گرفتیم و طریقه یهودیت و نصرانیت و مجوسیت و دیگر ملت های رویش به ما گذشته برفتند. این همش یک نشانه گمراهی از منهج رسول خدا صلی الله علیه و سلم، از راه دین دور شدن نشانش است. ما باید به رسول خدا صلی الله علیه و سلم، به دین باید بگردیم، به سنت های رسول خدا صلی الله علیه و سلم بگردیم. در خانه های خودمان ما سنت های رسول الله را ضبط کرده نیست کرده پرتوخته ایستادیم. باید در خانه های ما، در زندگانی ما سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم باید زنده باشد. رسول الله گفتند من احیا سنتی، کسی که سنت من را زنده کند و مرا دوست داشته است، کسی که مرا دوست دارد و همراه من در جنت می شود. برای همین هم رسول خدا صلی الله علیه و سلم هر یک اعمالشان، اول ما رسول الله حیاتشون زندگانیشون دانیم که آن کس چه زندگانی کردن، چه رویه و رفتار و کردار و معاملات داشتن. این رو ما باید از حیات رسول بسیار آموزیم و بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم خودمان را مانند کنیم. در دیگر حدیث هم میگوید من تشبه بقوم فهو منهم، من احب قوما فهو منهم. اگر انسان یک کس را دوست دارد همراه آن هم میشد. اگر ما یهودی نصرانی دیگر ملت ها را دوست داریم همراه همها شدن ما ممکن. یعنی دوست داشتن به معنای پیرو کردن از رویش آنها. اگر ما رسول خدا صلی الله علیه و سلم را واقعا دوست می‌داریم و امتی راستانچی آن کس هستیم، باید رویه رسول الله صلی الله علیه و سلم در حیات ما، در حیات همه مسلمان ها زنده باشد. که این سیکن انسان را از دین دور کرده می‌پردازد. از سنت که دور شدیم، از دین دور شدن می‌گیریم. و سنت که نزدیک شدیم، گمراهی و ضلالت گم می‌شود، احیا دین زنده شدن می‌گیرد. دوستان عزیز، یک چند سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتیم از وقتی خواب کردن یا بیدار شدن تا به همون زمان دیگرش گفته میگذاشتید. بله، رسول خدا صلی الله علیه و سلم حیاتشون بسیار هم عجایب بود. بسیار رسول الله دائم با طهارت میگشتن، وقتی که خواب میکردن با طهارت میگشتن، با نیت خواب، با نیت نماز تهجد کردن خواب میکردن. شبها بسیار رسول خدا صلی الله علیه و سلم عبادت میکردن، حتی پای مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم از بسیار عبادت ورم کرده میرفت. عایشه صدیقه رضی الله عنها گفتند یا رسول الله برای چی شما اینقدر عبادت میکنید؟ الله تعالی گناههای شما پیشین آینده گناهاتون را بخشیده است، شما اینقدر عبادت میکنید؟ رسول خدا گفتند افلا اکون عبدا شکورا، آیا من یک بنده شکرگزار نباشم؟ یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم شبها بسیار عبادت میکردند و کم خواب میکردند، کم خوراک میخوردند، گپ‌های دنیا، گپ‌های بیهوده را کم میگفتند. این سنت‌های رسول دائم فکر متواصل الاحزان، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم دائم فکر انده بودن، غم انده بودن که یک چیز رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیقرار میکرد. این غم امت بود که انسان‌ها به شرک و کفر و ضلالت و گمراهی برفته ایستادند. این را دیده رسول خدا صلی الله علیه و سلم بسیار قلب نازنین رسول الله بسیار هم غمگین میشد، بی‌طاقت میشدند. روزها به مردم فکر مردم را به طرف الله، به طرف دین وایل میکردن و شبها باشد رحمت خدا را از خدا میپرسند که الله تعالی این بنده های قلبش در دست خودت است، این بنده ها را یا الله خودت هدایت کن. کار رسول خدا صلی الله علیه و سلم انسان ها را به سوی هدایت، به سوی دین آوردن، این مهنت بزرگ رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود. بعد از خواب بیدار شدن و دیگر سنت، وقتی که از خواب بیدار میشدن طهارت میکردن. اول کاری که میکردن بر وقت میخیزن. رسول خدا صلی الله علیه و سلم باکر رو گفتن سحر خیزی را عادت کنید. باکر رو فی طلب رزق، در طلب رزق هم سحر بر وقت خیستن. فإن فیه البرکه، البته در این برکه است گفتن. و خودشان بر وقت میخیستن و نماز تهجد میخوندن، بعد نماز بامداد میخوندن. بعد از نماز بامداد در همون مسجد می نشستن تا برآمدن آفتاب. بعد از آن 2 رکعت نماز اشراق میخوندن. گفتن کسی که نماز بامداد را میخواند و در همون جایش نشست میکند تا برآمدن آفتاب، بعد از آن 2 رکعت نماز نفل میخواند، برای وی حج و عمره پر کاملتاً ثوابش برای وی نوشته میشود. یعنی حیات رسول خدا صلی الله علیه و سلم بسیار عجایب بود. رسول الله دائم به عبادت مشغول بودند، به معامله، به خدمت مشغول میشدند، به ذکر دائم مشغول میشدند، به تلاوت قرآن دائم مشغول میشدند. یگان لحظه رسول الله صلی الله علیه و سلم حیاتشان، وقتشان را ضایع بیهوده نمیگذارند. حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم یک 23 سال حیات زندگانی کردند. در این 23 سال تمام عالم به یک حیات، یک زندگانی، یک زندگی گذاشتند که
اگر رسول الله خودشان گذشتگی باشن هم اون کس زنده هستن، فکری آن کس زنده است، عمل آن کس زنده است، روی آن کس زنده است. خیلی که الله تعالی در قرآن کریم میگه استعاذ بالله و رفعنا لك ذکرک، ما نام شما را برداشتیم. در تمام جهان نام رسول خدا صلی الله علیه و سلم بلند است. امروز در دنیا نگاه کنیم از همه بسیار نام محمد بسیار است. در همه جا، در مناره ها، در بلندگویک ها، در همه جا محمد رسول الله آواز صدا میتید. یعنی این یک نشانه ای که رسول الله را الله تعالی نامشان را بلند برداشت. و در در جنت هم نوشته شده است که کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله میگوید داخل الجنه، جنت میگیرد. کلید جنت این لا اله الا الله است و دندان این کلید محمد رسول الله است. یعنی ما رسول خدا صلی الله علیه و سلم با زبان با دلمان دوست داریم، نه فقط با زبان بلکه با دل دوست داریم و غم پیغمبر صلی الله علیه و سلم و صورت رسول خدا صلی الله علیه و سلم و سیرت خلق رسول الله صلی الله علیه و سلم و غم درد رسول الله در ما باشد تا اینکه همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم فردا محشور جمع بشه. تشکر زیاد دامولای عزیز. خودی حکم سنت چی است؟ در کدام حالت ترک سنت خوب است و در کدام حالت ترک کردن عموما جایز نیست؟ البته سنت های رسول خدا صلی الله علیه و سلم تاکید کردگی سنت هاشان هستند که آن را باید اجرا کنیم. انسان در حالت های ناگوار مجبور باشد اگر ترک کند گناهکار نمیشد، کند ثواب میگیرد. اگر سنت را انکار کند، سنت را تحقیر کند، این به گناه، حتی بعضی علما به کفر می رود. سنت رسول الله را ما باید انکار نکنیم، سنت رسول الله را باید احیا کنیم و سنت رسول الله را حرکت کنیم زنده کردن. و وقتی که اون سنت را اجرا میکنیم برای ما ثواب، اجر ثواب نوشته میشود. اگر آن را به عذر ترک کنیم برای ما گناه نوشته نمیشود، فقط از ثواب محروم میشیم. اگر سنت را انکار کند انسان، گناهکار میشود، حتی به کفر می انجامد. آن سنتایی که متفقون علیه است. اما سنتایی که اختلافی است آن را بعضی علماها سنت بدنش را تایید میکنند، بعضی علماها آن سنتش را انکار میکنند، یعنی که رسول اول اسلام کردند، بعد اسلام، بعد در آخر اسلام نکردند. اینها مسائل مختلفی است که کدام آدم ها، انسان ها و کدام مذهب، یعنی که با کدام عالم پیرو هستند، قول همون را، دلیل همون را گرفته اگر با آن عمل کنند این هیچ باکش نیست. همون عالم ها خودشان بر این جواب میدن. اهمیت سنت، فضائل سنت چی است؟ اجر سنت؟ بله، رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای سنت بسیار تاکید کردند. سنت را ما باید بسیار احیا کنیم، سنت را در هر یک اعمال ما سنت را زنده کنیم. خیلی که گفتیم کسی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند من احیا سنتی عند فساد امتی فعلیه اجر 100 شهید، کسی که سنت من را در وقت فساد امت زنده میکند برای و اجر 100 شهید نوشته میشود. یعنی 100 شهید اجرش برای و 100 شهید شدر ثواب. در وقت فساد امت سنت ها را وقتی که زنده میکنیم اجر بسیار بزرگ الله تعالی برای فساد آیا ما گفته میتونیم که حاضر زمان فتنه، بسیار زمان فساد، بسیار زمان فتنه است. در این وقتا سنت را احیا کردن شاید دشوار شود. اگر انسان معذور باشد برای آن ضرر باشد، شاید علماء اجازت میدهند که از آن خودداری کند، اما حرکت کنیم که سنت ها دائم زنده باشد. سنت های رسول خدا صلی الله علیه و سلم، هر یک سنت رسول نور است، انسان را به خدا میرساند. وقتی که انسان سنت را زنده میکند محبت رسول الله بر دل او جایگیر میشود. وقتی که سنت را اجرا میکند بر رسول الله صلوات میگوید، روحانیت رسول الله به همون بنده میگذرد و به رسول الله نزدیک میشود. فردا روز قیامت شفاعت رسول الله به همون انسان نائل میشود. اگر سنت ها را کسی که احیا میکند روحانیت رسول الله به آن میگذرد و غم رسول الله به آن میگذرد و با دین زندگانی کردنش آسان میشود و فردا روز قیامت رسول خدا صلی الله علیه و سلم شفاعتشان به انسان نائل میشود. تشکر زیاد دامولای عزیز. تماشاگران گرامی، خاطررسان می‌نمایم که امروز ما کوتاه درباره پایبندی به سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، خودی سنت چی است و سرچشمه های سنت صحبت کردیم و فهمیدیم که سنت این قول رسول الله، این فعل رسول الله، این امر و دستورات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، طرز زیست و حیات
آن حضرت صلوات الله علیه است و همچنین سنت به صحابه چگونه است و برای ما امروز در کدام موقع قرار دارد. چون فهمیدیم برای صحابه سنت این یک چیزی محبوب بود که وقتی میدیدن میشنیدن کوش میکردن ترک نکنن بس به محبت پیامبر به خاطر الله سبحانه و تعالی. و اما متاسفانه که امروز ما از علم دور شدیم، از قرآن و سنت دور شدیم و بسیار معصیت گرفتار شدیم. خداوند همه ما را بیامرزد و پایبند اهل سنت و جماعت بگرداند و پایبند سنت حقیقی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بگرداند. و همچنین درباره حکم سنت و کدام حالت سنت را ما میتوانیم ترک کنیم با ضرورت و در کدام حالت اون جایز نیست، در این باره صحبت کردیم. و درباره خودی فضائل فضیلت های سنت صحبت کردیم که البته از گرفتن اجر و ثواب تا به نزدیک شدن به الله سبحانه و تعالی و گرفتن ثواب درجه حتی صدها شهید ما معلومات گرفتیم. خب دوستان عزیز، البته این موضوع خیلی مهم است و خیلی چقور است و اگر با این موضوع ما هوسمندی و شوق و محبت پیدا کردیم باید سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم توسط حدیث های صحیح امام بخاری رحمت الله علیه، امام مسلم و دیگر سنن ها بیاموزیم، از سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم، از سیره همچنین خلفای راشدین دیگر صحابه ها بیاموزیم تا که حیات ما در این دنیا و در آخرت پر از برکات و سعادت باشد. عزیزان دل، در اینجا برنامه امروزمان حسن خاتمه میبخشیم و خاطر رسا مینامیم که امروز ما درباره پایبندی سنت با حضرت دامولا محمود خان صحبت خیلی زیبا آرستیم. برای شما تشکر میکنیم، الله برای شما پاداشی خیر عطا فرماید و در برنامه نوبتی ما دایر به فضیلت ذکر و دعا صحبت خویش را ادامه میدیم. به همه شما روزی نیک و سعادت این روزگار و آخرت را تمنا دارم. خدا یار و مددگارتان باشد. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. Allah